چرا به مردم اعتماد میکنیم؟ حتی وقتی میدونیم ممکنه قلبمون رو بشکنن. آیا خیانت فقط بخشی از زندگیه؟ یا چیز عمیق‌تری رو در مورد ما نشون میده؟ اعتماد مثل اینه که کلید دنیای مخفی خودت رو بدی دست یکی. این همون جهش ایمانه. تو باور داری که یکی هوا تو داره. اما وقتی خیانت اتفاق میافته، حس میکنی زمین زیر پات خالی شده. به زمانی فکر کن که یه دوست ناامیدت کرده یا یه قولی شکسته شده. درد داره؟ نه؟ فلاسفه میگن اعتماد چیزی که روابط رو ممکن میکنه، اما خیانت به ما یادآوری میکنه که چقدر واقعاً شکننده هستیم. با این حال، حتی بعد از آسیب دیدن، ما اغلب دوباره انتخاب میکنیم که اعتماد کنیم. شاید این چیزیه که ما رو انسان میکنه. این امید که دفعه بعد فرق خواهد کرد.